یه بار خوابیدم که تو زیرزمین خونمونیم، یه جامدادی پیدا میکنم، در جامدادی رو باز میکنم، میبینم که یه علامه مداد رنگی توشه. در همون صحنه یکی از دوستان با یه گروهی شروع کردن رقصیدن و یه رقص خیلی زیبا و من همچون متحیر شدم که این چیه و چقدر خیره کننده است. این خواب رو یادداشت کردم و بعدها خیلی بهش رجوع کردم و فکر میکنم اون نقطه هایی بود که داشتم یک ارتباطی با درونم پیدا میکردم که کاری که دوست دارم مشغول باشم بهش مربوط میشه به پروسه خلق کردن و خلاقیت. اون نقطه‌ای که من هنوز هیجان زده میشم و هر بار هیجان زده میشم و خیلی هیجان زده میشم پروسه خلقه. اگه نتونم چیزی رو خلق کنم حس میکنم مایه حیات وجودم توی شیشه مثل شیشه عمر دیو حس میکنم محصور میشه. چیزی که شاید فاش میکنن این آثار راجع به من توجه به نیمه تاریک زندگیه و از تاریکی الهام گرفتن. زیور در تاریخ ساخت و استفاده شدنش گره خورده بوده از یک طرف با مفهوم و معنا مثل دعا، طلسم و یک کاربرد ماورایی، از طرفی هم مشخصاً کاربرد زیبایی داشته. نقره تاریک شونده است. نقره جنسش به ماه نزدیکه. درست مثل ماه تاریک میشه، غبار میگیره. اون غبار به راحتی پاک میشه و اون جسم نورانیش رو باز ما میتونیم ببینیم. یعنی یه کیفیت تاریکی داره، یعنی هم تاریکه هم روشنه. اون منطقه‌ای بود که برام باز توی نقره جذابیت ایجاد میکرد. جنسی که سنگ معدنی داره، تلالویی که حتی درنگ کردن و فکر کردن به این که این تلالو حاصل میلیون ها سال صبر و سکوت و فشاره و همراه کردن این با خودمون به عنوان زیور فکر میکنم خیلی حسش شگفت‌آوری داره. توی طراحی‌ها و ساختی که تا الان داشتم گوشواره ورزاب به خودم نزدیک‌تره. گوشواره ورزاب بر پایه سنگ ماه و گل تاتوره طراحی شده که اینا همه حول محور شب و ماه میچرخه. من مینا هستم، اینجا کارگاه سینجوره و مشغول خلق زیورم.